سلام علیکم. سلام، ما را هم بپذیرید. خدا کنه که تمامتان جور و صحتمند باشید و هفته گذشته را به خوشی و کامیابی سپری کرده باشید. با عرض معذرت که نسبت به بعض مشکلات یک دقیقه نوقت شد. اه، طوری که ما گفته بودیم امرای منیجر سب ما گفتیم که ما در این جلسه میخوایم که امتحان بگیریم از شاگردها، یک ارزیابی داشته باشیم. ولی باز ما امرای خود تصمیم گرفتیم چون اکثر شاگردها ناآگاه بودن، خبر نبودن از امتحانی که ما داریم. شاید بعضی مشکلات در بخش کامرا و میکروفون و غیره مشکلات تکنیکی داشته باشه و همچنان آمادگی کامل شاید نداشته باشه تا سوالایی که ما از پیشان پرسان میکنیم اونا را به خوبی جواب بده. به این خاطر اینمی امتحان را به تعویق انداختیم. فردا بخیر از شما در بخش اساسات کامپیوتر و کامپیوتر وب دیولپمنت، اساسات وب دیولپمنت از شما امتحان گرفته میشه. شما آمادگی بگیرین. کسایی که میل، البته آقایان، شما باید یک کامرا و همچنان میکروفون داشته باشین و بخش اوناس فقط میتونه که اسکرین کامپیوتر خود شریک کنه و مایک خود آن کنه. ما به صورت لایو بعضی سوالا را از شما میپرسیم، شما جوابا را برای ما میگین و به این شکل ارزیابیتان تکمیل میشه. هدف ارزیابی ما اینمی است که شما اونمو درسایی که ما قبلا خواندیم، اونمو جلسات شما پس تکرار کنین و اونمو درسا را وقتی که تکرار کردیم بسیار به خوبی در ذهنتان میشینه و اون با وجود از اینکه امتحان سفری میکنین یک چیز تکرار میکنین و به صورت درستی و عالی یاد میگیرین. به این خاطر ما تصمیم گرفتیم که اینمی امتحان و ارزیابی را به تعویق بندازیم. فردا آمادگی بگیرین. در نیم ساعت اول ان شاء الله که اینمی ارزیابی و امتحان تکمیل میشه. میایم درس خود آغاز میکنیم. بخاطر که ما یک کمی وقت آمدم، بعد وقت خود خوب استفاده کنیم. در جلسات قبلی ما و شما تا بخش کیبورد خوانده بودیم و گفتیم که اینپوت آوتپوت دیوایس چی است، اینا رو خواندیم. به همین شکل گفتیم که مموری و سی پی و معلومات ابتدایی را در این موارد ما و شما یاد گرفتیم. میخوایم یک تکرار داشته باشم. اینپوت دیوایس ما دیوایس ها یا اونمو وسایل را گفتیم که توسط اونا ما میتونیم که معلومات به کامپیوتر بدیم یا دیتا را به کامپیوتر انتقال بدیم. و آوتپوت دیوایس اونمو دیوایس را ما گفتیم که توسط از ما دیتایی که در داخل کامپیوتر وجود داره ما میتونیم که را بگیریم و بفهمیم. به این شکل ما یک مثال اینپوت دیوایس گفتیم که کیبورد می باشه و همچنان ماوس می باشه و آوتپوت دیوایس مثالش مثلا ما و شما گفتیم که مانیتور می باشه. توسط مانیتور دیتایی که در داخل کامپیوتر است ما او را میبینیم و میگیریم. به این شکل بعضی دیوایس ها یا بعضی وسایل کامپیوتر ما گفتیم که هم اینپوت دیوایس می باشه و هم آوتپوت دیوایس می باشه که یک مثالش خودش هارد دیسک می باشه که توسط هارد دیسک ما میتونیم که هم به کامپیوتر معلومات بدیم و هم از کامپیوتر معلومات بگیریم. باز ما گفتیم که اینپوت دیوایس ها بخش ها و کاتگوری های مختلف ما تقسیم میکنیم که یک عبارت از تکست اینپوت دیوایس است که توسط تکست اینپوت دیوایس ما تکست معلومات به صورت تکست یا متن به کامپیوتر میدیم. و دیگه که یک مثال خوبش عبارت از کیبورد می باشه. و دیگه پوینتینگ دیوایس ما داشتیم. پوینتینگ دیوایس توسط از ما اینمی کرسر کامپیوتر یا بعضی حرکات کامپیوتر ما شما کنترل میکنیم. مثل که در گیم شما توسط ماوس و توسط وسایل بازی ما شما میتونیم که حرکات و یا بعضی انیمیشنی که در کامپیوتر صورت میگیره اونا را توسط پوینتینگ دیوایس ما شما میتونیم که را کنترل بسازیم که یک مثالش ماوس و دیگه لایت پن است که در آینده هر کدامش جدا جدا میخوانیم. دیگه گیمینگ دیوایس است. توسط گیمینگ دیوایس ما شما گیم ها را کنترل میکنیم مثل جویستیک، گیم پد و غیره. ایمیج دیوایس، ویدیو دیوایس توسط از ما ایمیج یا تصویر و یا ویدیو را به کامپیوتر میدادیم. آدیو اینپوت دیوایس توسط از ما صوت یا صدا را به کامپیوتر انتقال میدیم. اگزامپل اف اینپوت دیوایس این مثالش است. شما ایرا ما در جلسات قبلی خواندیم. شما ایرا میتونید که تکرار کنید مثل کیبورد، ماوس، ترک پاد، اسپیکر، اسکنر، جویستیک، وب کامرا، بایومتریک و گرافیکال تبلت و غیره است که شما میتونید که ایرا امرای خود بخوانید. باز ما و شما از جمله اینپوت دیوایس یک تکست اینپوت دیوایس خواندیم که عبارت از کیبورد میباشه. کیبورد ما گفتیم که یکی از اینپوت دیوایس های بسیار مهم است که اکثر بخشا که ما و شما در بخش کامپیوتر کار میکنیم با کیبورد زیاد نیاز و ضرورت پیدا میکنیم. که کیبورد مختلف کی ها تقسیم شده. یعنی کلید های کیبورد که در اینجا شما میبینید ایرا ما فانکشن کی میگیم که از F1 شروع تا به F12 ختم میشه. یعنی کی ها را ما و شما با فانکشن کی یاد میکنیم. به خاطر به فانکشن کی یاد میکنیم که وقتی ایرا فشار میتیم یک عمل خاص در کامپیوتر انجام داده میشه. مثلا اگر ما بیایم آلت امرای F4 بگیریم، یعنی آلت امرای F4 بگیریم کامپیوتر خاموش میشه. به این شکل مثلا F1 امرای پرینت اسکرین در اینجا این فکر نکنیم که وجود داشته باشه. امرای ازی بگیریم کامپیوتر سلیپ میشه. به این خاطر ما میگیم که یک کار خاص در کامپیوتر انجام میرسه. وقتی که مثلا ما شما کامپیوتر رو روشن میکنیم قبل از اینکه ریبوت شود، یعنی اونمو ویندوز لود کنه اگر F12 فشار بدیم ما شما میتونیم که با اونمو سیستم ریبوت داخل شویم و مو تنظیمات خودش را چنج بسازیم. به این خاطر ما فانکشن کی میگیم. فانکشن کی یعنی یک عمل خاص به انجام میرسونه. دیگه اسکیپ کی است. اسکیپ کی را وقتی ما استفاده میکنیم وقتی یک پروگرام برای ما جواب نمیده و نمیتونیم که از اون پروگرام برای بالا اسکیپ کی کلیک میکنیم، فشار میاریم و از اون پروگرام ما میبریم. دیگه ما تایپ رایترز کی گفتیم. تایپ رایترز کی عبارت از کی های است که در نوشتن ما از زیاد استفاده میکنیم که اون مجموعه از الفابت و نومریکی و انمی بعضی سمبولا و انمی
آلت و همچنان کنترل کی می باشه. ما گفتیم که اینمی حروف از ای تا به زید به حروف کوچک و بزرگ ای عبارت از الفابet کی می باشه و همچنان کی هایی که در او اعداد شامل می باشه از صفر تا از یک تا به 9 و صفر هم در او شامل است، او عبارت از نمریک کی می باشه که در این نمریکی بعضی سمبولا را ما میتونیم استفاده کنیم وقتی که میخوایم که به جای اعداد سمبولا وارد کامپیوتر بسازیم امر شیفت میگیریم و غیره. اینمی ای عبارت از انتر کی است که در جاهای مختلف وظایف مختلف انجام میرسانه. به این شکل ما این ویندوز کی را منیو کی گفتیم، به این شکل کنترل شیفت و آلت کی را ایرا کی های گفتیم که وظیفه دیگه کلیدها را تغییر میده. به این شکل ایرا نمریک کی گفتیم که توسط نمریک کی ما شما میتونیم بسیار براحتی و با سرعت تایپینگ بسیار زیاد میتونیم که اعداد وارد کامپیوتر خود بسازیم. این کلیدهای خاص است که در بعضی کلیدها بعضی کیبوردها موجود می باشه و در بعضی کیبوردها موجود نمی باشه که به خاطر مقاصد مختلف استفاده میشه. مثلا بالای هوم کلیک میکنیم ما را میبره به مثلا در داکومنت اگه باشیم ما را به صفحه اولی اون داکومنت میبره. اگه بالای اند کلیک کنیم اگر یک فایل پی دی اف و یا هم اسلاید باز کرده باشیم ما را به امو صفحه آخری اون اسلاید میبره. در جای مختلف در پروگرام های مختلف کلیدها تمام کلیدهای کیبورد وظایف مختلف به انجام میرسند که بعضی وظایف شما میتونیم که رو تعیین کنیم. به این شکل پیج اپ ما وقتی که کلیک میکنیم بالای پیج بعدی ما شما رو میبره پیج داون به پیج قبلی و غیره وظایف انجام میرسونه که هر کدامش شما خواندید. یعنی کلیدها رو که شما اینجا میبینید به نام ایروکی یاد میشه که در جاهای مختلف وظایف مختلف انجام میرسونه. باز ما گفتیم که الفا نومریکی را گفتیم که از ای تا به زید حروف بزرگ و از ای تا به زید حروف کوچک و همچنان ارقام و اعداد از صفر تا به 9 در او شامل است و بعضی پانکچویشن مارک یا اسپیشال سمبول یا بعضی سمبولان در موجود می باشه که عبارت از اکسکلمیشن مارک، ات، هش، دلار ساین، پرسنتیج، امپرسند، استریسک، لفت براکت، رایت براکت، ماینس پلاس، ایکوال و غیره دی شامل می باشه. خوب است این نام ها را شما یاد بگیرین، امرش آشنا باشین به خاطر که در آینده در اکثر جاها ما از این استفاده میکنیم و امرش روبرو میشیم. خوب است که آشنا باشیم باش. دیگه مودیفایر کی را ما گفتیم که وظیفه اصلی کلید تغییر میده. مثلا ما شیفت مودیفایر کی گفتیم وقتی که بالای یکی از کلیدها کلیک میکردیم یا فشار میآوردیم حروف کوچک یا الفبا را به کامپیوتر میدادن. وقتی که شیفت امرش میگرفتین اینمی حروف کوچک به بزرگ تبدیل میشدن. وظیفه اصلی اینمی کلیدها را تغییر دادن. به خاطر مودیفایر یعنی تغییر دادن. اونم وظیفه اصلیش تغییر دادن. به شکل ما گفتیم وقتی که آلت امر F4 بگیریم کامپیوتر خاموش میشه. آلت اگر جدا بگیریم کدام عمل انجام نمیده یا F4 اگر فشار بدیم شاید یک وظیفه دیگر انجام برسانه. وقتی که آلت امرش میگیریم وظیفهش تغییر میده. به این خاطر ما میگیم مودیفایر کی شامل کنترل کی، شیفت کی، آلت کی، اسپیس بار کی و انتر کی میباشه که هر کدامش این عبارت از انتر کی است، اسپیس بار کی، به مشکل شیفت، کنترل و آلت. اینا کلیدها رو ما با مودیفایر کی یاد میکنیم. بعد از او نویگیشن تایپ کی ایرا هم براتون در کیبورد تشریح کردم حالا و در جلسه قبلی ما شما ایرا خواندیم. سپیشال کی کلیدهای خاص که بعضی سمبولا های خاص برای رپرزنت کردن سمبول های خاص استفاده میشه مثل کاما و سمیکالن و کالن و غیره. شما میتونید که در کیبورد ببینید اینمی عبارت از کالن و سمیکالن میباشه. وقتی که جدایی انتر شوه یا فشار بالای اینمی کلید بیاریم این سمیکالن وارد کامپیوتر میسازه. وقتی که شیفت امرش میگیریم این کالن وارد کامپیوتر میسازه. دیگه پرینت اسکرین کماند کی وقتی که ما ایرا اینمی کلید فشار میدیم این انمی اسکرین ما را پرینت میکنه. هر چیزی که در اسکرین موجود میباشه از اسکرین شات میگیره و برای شما پرینت میکنه. اسکیپ که ما گفتیم که در هر پروگرام وقتی که ما مثلا یک پروگرام فریز میشه و نمیتونیم که از اون پروگرام برایم اسکیپ فشار میدیم از اون پروگرام ما برآمده میتونیم. دیگه در منیو کی مثل ویندوز کی وقتی که ما منیو کی فشار میدادیم یک استارت منو را برای شما باز میکردن که مثلا اگر در ویندوز باشیم در دسکتاپ ویندوز باشیم منیو کی فشار بدیم منیو استارت منو را برای شما باز میکنه و اگر در پروگرام دیگه باشیم یک منیو مربوط به اون پروگرام برای ما باز میکنه. دیگه پانکچویشن کی خواندیم که عبارت از کاما، سمیکالن و کالن میباشه که هر کدامش برای شما گفتیم. یک تاپیک نو که امروز میخوایم که بالاش صحبت کنیم عبارت از ماوس میباشه. ماوس عبارت از یک اینپوت پوینتینگ اینپوت دیوایس است، یعنی این کرسر کامپیوتر که شما در اینجا میبینید به شکل دست پوینتر هم ما گفته میتونیم و کرسر هم گفته میتونیم که توسط ماوس میتونیم که یعنی کرسر کامپیوتر از یک جا به دیگه جا انتقال بدیم. این ماوس هایی است که امروزی ما از استفاده میکنیم و ولی اکثرش وایرلس شده به این معنی که بدون لاین میباشه و از طریق بعضی تکنولوژی مثل بلوتوث در استفاده میشه و با اساس اونمو کار میکنه و بعضیشان وایر میباشه که از طریق لاین یو اس بی به کامپیوتر وصل میشه و کار میکنه. ولی اونمو ماوزی که اولیه که جور شده به این شکل بود که به صورت فیزیکلی کار میکردن و به این شکل یک ساختار می داشتن. ماوس ما در ماوس
سه دانه البته دو دانه بتن داریم و یک دانه ویل داریم. اینمی بتن رو که شما می‌بینید اینا ما بتن میگیم و اینمی چیز دایروی را که شما می‌بینید اینا ویل میگیم. بتنی که طرف راست ماوس اگر ماوس به شکل ما روبروی ما باشه اینمی بتن راست ما رایت بتن میگیم و این بتن لفت یا چپ ما لفت بتن میگیم و اینمی ساختار دایروی را ما به نام ویل یاد میکنیم. وقتی که بالای بتن رایت کلیک میکنیم ایرا رایت کلیک میگیم و وقتی که بالای بتن چپ کلیک میکنیم ایرا کلیک لفت میگیم. و اینمی موضوع این ماوس سابق است، مثلا ماوسی است که در وقت‌های گذشته یا سال‌های گذشته از استفاده می‌شدن که به شکل یک ترک بال داشتن. این به شکل یک بال یک چیز اینجا می‌بودن، وقتی که ماوس حرکت می‌دادیم اینمی حرکت می‌کردن و سیگنال‌ها رو به کامپیوتر انتقال می‌دادن و کامپیوتر در کامپیوتر کرسر از یک جا به دیگه جا انتقال می‌کردن. که مختلف انواع ماوس ما داریم که عبارت از سینگل بتن ماوس است که یک بتن داره یا و در جاهای خاص دیگه استفاده میشه. دیگه ما 5 ماوس بتن داریم که اکثر وقت کسایی که در بخش گیمینگ کار میکنه و بخشای گرافیکی اونا کار میکنه از 5 بتن ماوس استفاده میکنه و در کارهای اداری و غیره ساده عمومی ما از اینمی ماوس هایی که دو دانه بتن داره و یک ویل داره از این ما استفاده میکنیم. ماوس های مختلف انواع ماوس ها ما داریم. این عبارت از وایر ماوس است که از طریق کیبل یو اس بی به کامپیوتر وصل میشه و همچنان وایرلس ماوس یا کوردلس ماوس ما گفته میتونیم که ماوس به شکل وایرلس یا بیلاین کار میکنه و از تکنولوژی مثل بلوتوث و وای فای استفاده میشه که یک ماوس می باشه یک دانه اینپوت یک دیوایس دیگه می باشه که به شکل به شکل یو اس بی می باشه امرای کامپیوتر. اول اون دیوایس میگیریم امرای کامپیوتر وصل میکنیم، بعد از او وقتی که را به کامپیوتر وصل کردیم از طریق پورت یو اس بی بعد از او میتونیم که از این ماوس استفاده کنیم. دیگه لیزر ماوس است. لیزر ماوس به شکل یک دانه بیم یا شعاع می داشتن. وقتی که ماوس از یک جا به دیگه جا انتقال میدادیم توسط بیم یا شعاع لیزر ماوس کامپیوتر یا کرسر کامپیوتر در داخل اسکرین کامپیوتر از یک جا به دیگه جا انتقال میکردن که شما میتونید تعریفش هم در اینجا ببینید. A laser mouse is a type of computer device that uses laser beam rather than a ball to track the movement. بجای از که مثلا ما تراک بال اینجا داریم، در اینجا ما از یک شعاع یا بیم لیزر استفاده میکنیم که وقتی که اینمی ماوس از یک جا به دیگه جا انتقال میکنیم از طریق اینمی شعاع این ماوس سیگنال میگیره و او رو به کامپیوتر انتقال میده. که دیگه ماوس های این انواعش قدر زیاد استفاده نداره. مثلا این ماوس که شما میبینید کاربرد داره. در اینجا شما لفت بتن این ماوس های مختلف بتن های مختلف به مقاصد مختلف ساخته میشه که اکثرشان به صورت عموم دو دانه بتن و یک دانه ویل داره، ولی بعضی ماوس هاست که او بتناش از دو زیاد است که در جای مختلف برای مقاصد مختلف استفاده میشه. که اپتیکال ماوس در جمله از یک اپتیکال ماوس است. اپتیکال ماوس به صورت شعاع کار میکنه، مثل که در اینجا لیزری ازی در اینجا وجود داره و در ماوس های ازی در اینمی زیری ازی موجود می باشه و توسط ازی این سیگنال میگیره و به کامپیوتر انتقال میده. وقتی که اینمی ماوس از یک جا به دیگه انتقال میدیم در داخل اسکرین کامپیوتر کرسر ماوس از یک جا به دیگه انتقال میکنه. سید رضا سادی حاضر است. شما میتونید که پرسان خود بکنید. استاد میباشن که مزاحم درس شدم اگه همین موتور لیزر که پیش شما تشریح کردین مثلا وایرلس از طریق بلوتوث میشه یک دیوایس دیگه داره کامپیوتر نصبش میکنی از طریق دیوایس اونم ارتباط کانکشن بین کامپیوتر و ماوس ایجاد میشه که کار میتونه. و لیزر کدام دیوایس دیگه در کامپیوتر نصب میشه که توسط لیزر کار میشه یا که کانال سافت چی رقم کار میکنه کاربرد اگر تشریح کنید. درست است. سوالی خوبی است. تشکر از شما. وقتی که ما از لیزر استفاده میکنیم این کدام دیوایس دیگه نداره که یا سافت نداره که در کامپیوتر باید اینستال شه و بعد از اون موضوع استفاده کنیم. این لیزر در اینجا به شکل یک دانه گروپ می باشه، یک دانه گروپ می داشته باشه که توسط از او اینمی شعاع از بیرون میاد و وقتی که بالای مثلا در اینجا یک دانه یک جسم می باشه وقتی که بالای اون جسم این میفته اینمی ماوس وقتی که از یک جا به دیگه انتقال میکنه از طریق اینمی شعاع این پس این انعکاس میشه. این شعاعی که بالای هر چیز میفته این پس انعکاس میشه و از طریق اون انعکاس این پس احساس میکنه که اینمی ماوس از یک جا به دیگه جا انتقال کرده. اساس اینمی کار میکنه. دیگه کدام سافت ویر و یا کدام دیوایس دیگه اضافه وجود نداره که ما او در کامپیوتر وصل کنیم و بعد از اون اینمی ماوس کار بده. به این شکل سادگی به شکل یک لاین یک وار می داشته باشه و اینمی لاین یا وایر از طریق پورت های مختلف میتونیم که به کامپیوتر وصل کنیم و وقتی که به کامپیوتر وصل کردیم بعد از او وقتی که اینمی ماوس از یک جا به دیگه انتقال میتیم اونم کرسر کامپیوتر هم از یک جا به دیگه انتقال میکنه. این خود تکنولوژی است که در اینجا اینستال شده در خود اینمی ماوس است. کدام چیز بیرونی ضرورت نداره که یا نیاز نداره که ما از استفاده کنیم. شاید شما هم دیده باشین این شکل به این شکل کار میکنه. اینمی ماوس در زیر ازی یک دانه گروپ می داشته باشه و اونمو توسط اونمو لایت اونمو گروپ وقتی که لایتش با یک متریال یا پد می داشته باشه اگر شما دیده باشین وقتی که این ماوس میگیریم بالا یک میز میمانیم و اینمی ماوس بالا اینمو میز حرکت میتیم کرسر کامپیوتر هم حرکت میکنه به خاطر اینکه اونمو لایت یا شعاعی که از اونمو
گروپ بیرون میاد و بالای میز میفته. از طریق میز پس انعکاس داده میشه. وقتی که انعکاس میشه اونجا سنسور خاص وجود داره که اونمو سیگنال ها رو میگیره و به کامپیوتر انتقال میده و به کامپیوتر میگه که ماوس از یک جای به دیگه جا حرکت کردن و ماوس هم بر اساس اونمو کرسر کامپیوتر که شما به شکل میبینید اینمی به شکل دست است، اینجا به شکل دست نشان داده میشه. اینمی کرسر از یک جای به دیگه جا انتقال میده. اینمی علامه دست که شما میبینید اینم پوینتر و یا کرسر میگیم. فکر کنیم که یک کس دیگه هم دست خود بالا کردن. اگه کدام سوال دارین دست خود دوباره بالا کنین بخاطر که اینجا برای ما معلوم نشد. درس خود ادامه میدیم. به شکل ما ماوس داریم. در اینجا ما گفتیم که دو دانه بتن ما داریم. یک بتن راست است و دیگه بتن چپ است و دیگه ویل اینجا وجود داره که هر کدامش در پروگرام های مختلف کارهای مختلف انجام میرسانه. مثلا اینمی بتن راست که شما میبینین وقتی که بالا از کلیک میکنیم اگر در دسکتاپ کامپیوتر ما شما باشین برای ما شما یک منیو رو باز میکنه. دسکتاپ کامپیوتر شما بلد هستین اینمی صفحه که کامپیوتر شما میبینین عبارت از دسکتاپ میباشه. وقتی که بالای کلید راست اونمو ماوس ما کلیک میکنیم مثلا اینمی کلید راست است وقتی که بالا از کلیک میکنیم برای ما شما یک منیو باز میشه. منیو یک پاپ اپ ما پاپ اپ ویندو میگیم. این شاید ویندوز در درس ویندوز براتون گفته شده باشه. این عبارت از پاپ اپ ویندو می باشه. یعنی منیو رو برای ما شما به شکل باز میکنیم. در هر جای باشه مثلا بیایم به شکل در تاسک بار بالای کلید راست کلیک میکنیم به شکل برای ما شما منیو باز میکنه و این منیو امرای منیو دیگه فرق میکنه. این در جای مختلف وقتی که کرسر میاریم در پروگرام های مختلف وظایف مختلف برای ما شما انجام میرسن. بعضی جاها برای ما شما منیو باز میکنه در بعضی جاها مثلا یک عمل دیگه خاصه برای ما شما انجام میرسونه که نظر به پروگرام کامپیوتر است. مثلا هر کس که یک پروگرام میسازه او باز وظیفه اونمو بتن برش مشخص میکنه. وقتی که مثلا به کامپیوتر میگه هر کس که اومد اینمی بتن رایت کلیک کرد اینمی عمل به انجام برسه. او باز هر کس که یک پروگرام خاص میسازه او برش میگه که وقتی که اینمی کلید فشار داده شد تو باید کدام عمل به انجام برسونی. مثلا کسی که ویندوز ساخته برش گفته شده به کامپیوتر که هر کس که اومد بالای دسکتاپ کامپیوتر رایت کلیک کرد یا کلید راست فشار داد تو به شکل یک منیو برش باز به شکل کلید راست یا رایت کلیک به شکل کار میکنه. دیگه ما لفت کلیک داریم. لفت کلیک به خاطر باز کردن یک پروگرام یا یک فایل ما استفاده میکنیم. کاربرد و استفاده بسیار زیاد داره. در جاهای مختلف با کارهای مختلف استفاده میشه و یک تعریف ساده اگر برای ما شما برش داشته باشین وی است که ما به خاطر باز کردن یک فایل از استفاده میکنیم. مثلا ما بیایم در اینجا یک تصویر توسط ازیما باز کردن میتونم به شکل وقتی که بالای تصویر کلیک میکنیم او برای ما باز میشه. بعد از اون ما یکی سینگل کلیک داریم دیگه دابل کلیک. سینگل کلیک به ایمانا سینگل کلیک به ایمانا کله چې موږ تاسو یو کلیک کوو فایل ترازو او یو کلیک په فایل باندې کوو دې ته موږ تاسو وایو سینگل کلیک. وقتی که یک فایل میبینیم یک کلیک بالاش میکنیم ګوره میگیم سینگل کلیک و وقتی که یک فایل میبینیم و دو دفعه کلیک بالاش میکنیم ګوره میگیم دابل کلیک. کله چې په فایل باندې دوه دفعه کلیک وکړو دابل کلیک وایي. اوس که زه راسم په فایل باندې یو دفعه کلیک وکم دا فایل انتخابي کې حکم عمل سره نه رسیږي او که زه راسم په دې شکل سره په فایل باندې کلیک وکم هر فایل باندې لیفت کلیک کوو یا لیفت سینگل کلیک کوو هغه فایل موږ تاسو ته انتخابي په دې شکل سره خو خلاصيږي نه. د دې لپاره چې دغه فایل موږ تاسو خلاص کو بعد دابل کلیک وکړو یعنی دو دفعه کلیک کنیم اینجا. وقتی که میخوایم که اینمی فایل باز بکنیم دو دفعه بالاش کلیک میکنیم اونم فایل برای ما شما باز میشه. به این شکل استفاده میشه. لفت تریپل کلیک باز به خاطر در جاهای مختلف استفاده میشه به خاطر مقاصد مختلف. مثلا یک استفاده اگر ما در برنامه ورد بر شما بگویم مثلا در اینجا اگر ما به شکل مثلا نوشته داشته باشیم یک دانه کلیک میکنیم اینمی پوینتری که اینجا بلینکینگ میکنه این از یک جا به دیگه انتقال داده میشه. مثلا حالا در اینجا وجود داره میخوایم که اینمی کرسر بیارم مثلا اینجا کلیک کنیم او از اینجا انتقال میکنه از اونجا به اینجا انتقال میکنه. وقتی که اینمی کرسر کامپیوتر بیارم در اینجا مثلا اینجا کلیک کنیم میبینیم از اونجا به اینجا انتقال کرد. این سینگل کلیک است یعنی یک دانه کلیک است. وقتی که مثلا بیام اینمی لغت ایرا میبینیم این لغت ما میخوام که انتخاب کنم باز چی میکنم بالا اونم لغت ما استاد میشه. مثلا اینمی در اینجا مثلا بالا اینمی لغت استاد میشیم و اینمی را میخوام که انتخاب بکنیم یک دفعه کلیک میکنیم اونم کرسر در اینجا ورده میشه. دو دفعه کلیک میکنیم اینمی لغت کلش انتخاب میشه و سه دفعه به صورت پیوسته ما کلیک بکنیم تمام اینمی پاراگراف برای شما انتخاب میکنیم. مثلا سه دفعه کلیک کردیم میبینید تمام این پاراگراف برای شما انتخاب کرد. در اینجا به این مقاصد استفاده میشه. تا پروگرام های دیگه مثلا ما شما کار میکنیم او باز به خاطر مقاصد دیگه استفاده میشه ولی بعضی مقاصد عام است که او باز در هر جای در هر پروگرام اگه باشه به اون مقصد استفاده میشه. مثلا هر جایی که ما سر کار بنوشتن داریم او اینمی سینگل کلیک به خاطر انتقال اینمی کرسر از یک جا به دیگه استفاده میشه و وقتی که دو دفعه کلیک میکنیم به خاطر انتخاب یک لغت به استفاده میشه. وقتی که سه دفعه کلیک کنیم به خاطر انتخاب تمام پاراگراف استفاده میشه. ایرا شاید شما کنفیوز شده باشین یا گیج شده باشین که ما چطور یاد بگیریم. ضرور نیست که یاد بگیرین. چیزهایی که مثلا ضرور نباشه ما براتون میگیم ضرور نیست که یاد بگیرین به خاطر که هر پروگرامی نو که شما یاد میگیرین وقتی که امرای اون پروگرام کار میکنین امرایش آشنایی زیاد پیدا میکنین خود به خود اینمی بعضی تکنیک‌ها است که با مرور زمان شما امرایش آشنا میشین و در ذهنتون میشینه و ایرا یاد میگیرین. این ضرور نیست که بشین که ایرا یاد بگیرین. این به صورت دائمی وقتی که امرای کامپیوتر کار میکنین این امرایش آشنا میشین و در ذهنتون میشینه و یاد میگیرین. به این شکل
ما خواستیم که فقط یک معروفی داشته باشیم با کلیک که ما چند نوع کلیک داریم. دو نوع گفتیم که دو نوع کلیک داریم. یک کلیک راست است که رایت کلیک میگیم و دیگه کلیک چپ است که لفت کلیک میگیم. و به شکل یک وقت که یک دفعه فشار میتونیم بکنیم به نام کلیک و سینگل کلیک یاد میکنیم. وقتی که دو دفعه پای واسطه پای در پای ایرا فشار میتونیم ای عبارت از دابل کلیک است. و وقتی که سه دفعه یک جایی را به صورت پای واسطه کلیک میکنیم عبارت از تریپل کلیک می باشه و به نام تریپل کلیک را یاد میکنیم. و دیگه ای که است که در اینجا در ماوس کامپیوتر شما میبینید ویل داریم. توسط ویل ما میتونیم که اسکرولر یک صفحه را ما از یک جا به دیگه جا یا از طرف پایین با بالا را انتقال بدیم. مثلا در اینجا ما ویل ماوس حرکت میتونم بالا، وقتی که حرکت میتونم به شکل بالا میره، وقتی که پایین حرکت میتونم پایین میره. به شکل در ویندوز شاید شما این درس خوانده باشین وقتی که میتونیم که نمی وظیفه نمی ویل و کلیک هم تغییر بدیم. مثلا کدام وظیفه که بتن رایت انجام میتونیم که تغییر بدیم و به میل خود رجوع بسازیم. این قابل تغییر است و میتونیم که تغییر بدیم. دیگه drag press and holding button then moving the mouse without releasing. اینمی چیزی که شما اینجا میبینید این برای ما شما میگه که وقتی که میخوام که اینمی فایل از یک جای به دیگه جای انتقال بدیم، مثلا اینمی تصویر ما میخوام که به این فولدر انتقال بدیم، چی کار میکنم؟ یا اینمی را یک سینگل کلیک لفت میکنم، یعنی اینمی بتن ماوس ما فشار میدم و اعلان میکنم، یا یک دفعه فشار میارم و اعلان میکنم. وقتی که اینمی تصویر ما فشار دادم و اعلان میکنم بالای اینمی فولدر را استارت میکنم. وقتی بالای فولدر استارت کردم و را ریلیز میکنم، یعنی اعلان میکنم اینمی تصویر وقتی که اعلان میکنم به شکلی تصویر انتقال میکنه به این فولدر. به شکل ایرا میگه drag press and drag، یعنی فشار میاریم و حرکت میتیم اون فایل و به دستیشن مقصد رو ریلیز میکنیم یا اعلام میکنیم در اینجا انتقال پیدا میکنه. دیگه ماوس پد داریم. توسط ماوس پد اونمون ماوسی که وقتی که این ماوس ما استفاده میکنیم به خاطر که از اینکه به صورت بهتر کار کنه به این شکل یک دانه توتی موجود میباشه امرای این ماوس، او را میگیریم بالای میز میندازیم و بالایش این ماوس حرکت میتیم که اکثر وقت اونمو توتا که شما میبینین او سیاه رنگ داشته میباشه و به خاطر استفاده میکنیم. شاید اکثرتان امروز آشنا باشین، مخاطر چیز پیچیده نیست. این ما میگیم ماوس پد. دیگه ترک بال داریم. ترک بال این بسیار تکنولوژی بسیار سابق است. در اوایل که وقتی که ماوس نو کشف نشده بود از این زیاد استفاده میشد و بالای از این مثلا توسط کف دست ایرا حرکت میدادن طرف چپ راست پیش روی پشت سر. این ماوس هم در اسکرین کامپیوتر از یک جا به دیگه جا انتقال میکنه. این به خاطر از استفاده میشه. دیگه جویستیک داریم. جویستیک به خاطر گیمینگ استفاده میشه که ایرا شما ببینید این بتن های خاصی خود داره که هر کدامش در یک گیم وظیفه جدا را به انجام میرسونه. دیگه دیجیتالایز تبلت داریم. دیجیتالایز تبلت به خاطر بعضی امضاها و بعضی چیزایی که توسط قلم ما رو نوشته میکنیم و به کامپیوتر انتقال میدیم به خاطر از استفاده میشه. دیگه ما انواع اسکنر داریم. اسکنر به خاطر یک اینپوت دیوایس است. اسکنر یک اینپوت دیوایس است و توسط اسکنر ما یک تصویر هارد به شکل صاف تبدیل میکنیم. مثلا یک تصویر مدارم میخوایم که را توسط کامپیوتر از یک جا به دیگه جا انتقال بدیم ولی به شکل فیزیکی امرای ما موجود میباشه، پرینت شدگی میباشه، امرای ما موجود میباشه. ما نمیتونیم که از استفاده کنیم. چند طریقه وجود داره. یا عکسش میگیرم روان میکنم از طریق واتساپ یا ایمیل و یا او را از طریق عکس وقتی که میگیریم این یک ان پروفشنالی است، یعنی به صورت مسلکی او استفاده نمیشه، سایز فایل زیاد میشه و کسی که از او استفاده میکنه با در دستینیشن یا مقصد به کسی که روان میکنیم اون فایل عکس اونم نمیتونه که به صورت درستی از او استفاده کنه. به خاطر از این یک دیوایس خاص وجود داره که ما میتونیم که یک چیزی که فیزیکلی به امرای موجود داره عکسش توسط اینترنت به شکل صاف تبدیل کنیم و توسط اینترنت از یک جا به دیگه جای را انتقال بدیم که عبارت از اسکنر میباشه. مثلا یک تذکره رو میگیریم در اینجا میمانیم و اینمی صفحه که شما میبینید این بالاش بسته میکنیم اسکن میکنه، هر چیزی که در اینجا میباشه از او یک تصویر بسیار روشن میگیره و به شکل صاف تبدیل میشه که میتونیم که از یک جا به دیگه جا انتقال کنیم. دیگه مختلف انواع اسکنر ما داریم که عبارت از درام اسکنر است. به شکل تصویر میگیریم بالای این درام ایرا ما میگیم درام میگیم بالای از این میمانیم و این درام تو میچرخه. وقتی که میچرخه این تصویر هم راه خود میچرخونه و از این تصویر در پشت سر از بعضی دیوایس های دیگه وجود داره که از این تصویر میگیره و به شکل صاف تبدیل میکنه که میتونیم که از یک جا به دیگه جا توسط اینترنت انتقال کنیم. دیگه فلات بیت اسکنر است. فلات بیت اسکنر هم یک انواع اسکنر است و به خاطر مقاصد مختلف استفاده میشه که یک متریال یک چیز ما میگیریم بالای اینمی صفحه میمانیم در اینجا یک دانه لایت میباشه، یعنی به شکل گروپ میباشه یا دانه گروپی زیاده گروپ له وزن بلزه کله چې دا صفحه په باندې کلکو یا بندو نو دا کله چې سکان باندې بچن ته فشار ورکو نو دا لایټ دغه سر نه تر دې ځای پورې حرکت کوي او هغه ټوله صفحه روښانوي. کومه صفحه چې روښانه ده هغه د بعضي دیوایسونو په وسیله لږه تصویر اخیستل کیږي او هغه هارد تصویر چې موږ سره دغه په سافت شکل باندې هارد په دې معنی چې هغه تصویر فزیکی موږ سره موجود ده. کومه تاسو یو تذکره کاپی کوو یا اسناد ډاکومنټیشن د خپل کاپی کوو کنه هغه فزیکی شکل موږ سره موجود ده، نو کولای چې علاوه جبل جاته په انټرنیټ په وسیله باندې ولیکو. نو ضرورت لري چې هغه سافت شکل ته تبدیل کړو. د سافت شکل تبدیلولو لپاره موږ له اسکنر څخه کار اخلو چې ادام هم یو له هغه ډول اسکنرونو څخه. دیگه شیفت فیت اسکنر داریم ما که توسط از این هم
همچنان ما میتونیم که این یک اسکنر است که بسیار خرد میباشه، مثلا میتونیم که به راحتی از یک جای به دیگه جای انتقال بکنیم و وقت طور استفاده میکنیم مثلا این تصویر میگیریم از یک طرف برش میتیم دیگه طرف میکشیم و داخل از این کدام سنسورها دیوایس های وجود داره و نمو توسط این دیوایس ها یعنی تصویر هارد برای شما میگیره و میتونیم که در کامپیوتر از او استفاده کنیم. دیگه فیلم اسکنر داریم، این یک انواع اسکنر بسیار سابق است که فیلم ها مثلا سابق که توسط کامera ما تصویر میگرفتیم و به صورت فیلم برای ما شما ظاهر میشدن و او را در اون فیلم وقتی که به اسکنر میدادیم و فیلم از اون فیلم برای ما شما تصاویر متعدد میکشیدن. دیگه ما هند اسکنر داریم، توسط از این میتونیم که بعضی خط های که در یک ورق موجود میباشه توسط از این ما بالای اون ورق را کش میکنیم و این برای ما شما اسکن میکنه، به خاطر از استفاده میکنیم. و بعضی لابراتوارهای دندان هم از استفاده میکنن، وقتی که یک مریض برش میاد دهن اون مریض کدام دندانش که خراب میشه توسط این اسکنر او را اسکن میکنه و سمپل یا نمونهش میگیره. بعد از او کارت اسکنر داریم، کارت توسط از کارت ها را کارت هایی که استخوانی میباشه مثل همین تذکره توسط از این کارت ها اسکن میشه به خاطر از اون استفاده. دیگه دیجیتال کامera داریم که حال بسیار ورژن های پیشرفتهش وجود آمده که به خاطر گرفتن تصویر و ویدیو از استفاده میشه که توسط از ویدیو و تصویر ما به کامپیوتر انتقال میتیم و به شکل سافتی را تبدیل میکنیم. دیگه وب کامera داریم، توسط وب کامera ما شما میتونیم که معلومات از به شکل لایو امرای کسی دیگه میتینگ داشته باشیم، مثل که ما شما میتینگ داریم و ما شما استفاده میکنیم. به خاطر وب کامera در اکثر لپتاپ های کامپیوتر از کمپانی جابجا شده میباشه و بعضی دسکتاپ ها اگر کامera نداشته میباشه باز به شکل یک دانه دیوایس به نام وب کامera موجود است که میتونیم از بازار بگیریم از طریق کیبل یو اس بی به کامپیوتر وصل میکنیم. وقتی که به کامپیوتر وصل کردیم میتونیم که از استفاده کنیم. دیگه ام سی آر دیوایسز است، به خاطر اسکن کردن بعضی کارت های خاص استفاده میشه، مثل بانک کارت مثلا کس نمیتونه که رو کپی کنه به خاطر از اینکه بعضی علامات مغناطیسی در اونجا استفاده شده. وقتی که این کارت جور میشه از طرف کمپانی بالای اون کارت بعضی علائم مغناطیسی اینا پرینت میکنه که اونمو علامات مغناطیسی نمیتونه که کپی شود، به این خاطر کس نمیتونه که تقلب کنه یا اسکم باشه که از این به صورت غیر قانونی استفاده کنه. به این خاطر به خاطر سکیوریتی اون کارت ها از MICR دیوایسز استفاده میشه. دیگه OCR دیوایسز از Optical Character Recognition که هم به خاطر مقاصد مختلف استفاده میشه که شما میتونید به صورت معلومات اضافی را یاد بگیرید به خاطر که این تکنولوژی است که حالا قدر استفاده زیاد نداره. به خاطر میخوایم که اسکیپ کنیم. بعضی اسکنرهای بسیار مهم که بود و در عصر امروزی استفاده میشه اونا ما شما خواندید. دیگه OMR دیوایسز است Optical Mark Recognition. این در اکثر امتحانات مثلا امتحان کانکور اگه شما میبینید دوام از این به شکل اسکنر استفاده میشه که اونمو ورقه به این اسکنر داده میشه. اون اسکنر بعضی علامات داره، علاماتی است که او خوانده نمیشه، فقط اسکنر میتونه که او را بخونه و بفهمه کی چی است، دیگه انسان او را خواندن نمیتونه، به خاطر از اسکنر استفاده میشه. دیگه او ام آر شیت او یعنی صفحه است که به صورت معلومات اضافی در اینجا وجود آمده. دیگه او بی آر دیوایسز توسط از بارکد یک جنس خوانده میشه. مثلا شما در یک سوپرمارکت میرین اجناس مختلف خریداری میکنین، او را در یک خلطه میمانین و وقتی که بیرون میایین در پیش روی اون سوپرمارکت یک کس نشسته می باشه که به نام استور کیپر، اونمو باز تمام اجناسی که شما خریداری کردین اونمو اجناس بالای اونمو کیسش به شکل یک دانه بارکد داشته میباشه توسط این دیوایس. وقتی که این دیوایس برش میگیریم اونمو این بارکد میخونه و اونمو قیمت اونمو جنس تعدادش تمامش محاسبه میشه و از ما شما کارت میگیره و توسط بانکار ما میتونیم که هر مقدار که سر ما هزینه آمده باشه او را بپردازیم. به شکل او بی آر دیوایس به خاطر خواندن بارکد استفاده میشه. این بارکد بالای اجناس تجارتی این پرینت میشه. دیگه میکروفون داریم، توسط میکروفون میتونیم که صدا رو به کامپیوتر انتقال بدیم. شما هم امروز آشنا هستیم و یک چیز بسیار ساده است، مثلا من براتون گپ میزنم از طریق میکروفون صدای ما به کامپیوترتان انتقال میکنه. اگر میکروفون نباشه این انتقال نمیکنه. توسط میکروفون وقتی که ما گپ میزنم صدای ما گرفته میشه، به شکل علامات الکترونیکی تبدیل میشه و به کامپیوتر شما انتقال داده میشه. در کامپیوتر شما پس اون علامات الکترونیکی رو به توسط پروگرام های مختلف به صوت تبدیل میشه و شما میتونید از طریق لاود اسپیکر صدای ما رو بشنوید. دیگه اسپیچ ریکگنیشن است، توسط اسپیچ ریکگنیشن صدا گرفته میشه و به شکل تکست تبدیل میشه. مثلا شما اگر در موبایلتون استفاده کرده باشین وقتی که ما گپ میزنیم اونا نوشته میکنه، مثلا اکثرش در زبان‌هایی است که بین المللی میباشه، مثلا انگلیسی عربی. وقتی که بالای توسط زبان عربی و انگلیسی یا دری یا پشتو ما شما صحبت میکنیم و صحبت ما به جای اینکه ما نوشته کنیم به صورت اتومات توسط کامپیوتر نوشته میشه، به خاطر از اینکه توسط میکروفون اونمو صدا گرفته میشه و توسط اسپیچ ریکگنیشن اونا انالایز میشه و بعد از اون به تکست تبدیل میشه یا به نوشتن تبدیل میشه. این ما میگیم اسپیچ ریکگنیشن دیوایسز. بعد از او ما مختلف انواع اسپیچ ریکگنیشن دیوایسز داریم. مثلا شما ایرا هدفون اینجا میبینید و بعضی
دیوایس های مختلف که در دفاتر از استفاده میشه. شما رو میبینید یک مثال های اون اسپیچ ریکگنیشن است. دیگه تاچ اسکرین داریم. تاچ اسکرین ضروری نیست که تشریح کنم، هر کدوم ما شما باهاش آشنا هستیم. در موبایل ما از استفاده میکنیم. تاچ اسکرین یک اینپوت اوتپوت دیوایس است. توسط تاچ اسکرین ما میتونیم که چیزی که در داخل کامپیوتر وجود داره او را ببینیم و همچنان میتونیم که بعضی دیتا ها را توسط انگشت خود به کامپیوتر بدیم و بجای از اینکه از ماوس استفاده کنیم. ماوس که یک اینپوت دیوایس است، درست است؟ و وقتی که از انگشت ما استفاده میکنیم بجای ماوس از انگشت ما استفاده میکنیم. به این خاطر میگیم که توسط انگشت خود ما به اون کامپیوتر دیتا میدیم و توسط اسکرین چیزی که ما شما میبینیم این به حیث اوتپوت کار میکنه و توسط انگشت خود وقتی که امرش کار میکنیم او به حیث اینپوت کار میکنه. به این خاطر میگیم اینپوت اوتپوت دیوایس. هم توسط تاچ اسکرین دیتا رو به کامپیوتر داده میتونیم و هم میتونیم که پس داره بگیریم. دیگه تاچ پد داریم. تاچ پد در کامپیوترتون هر کدومتون امرش آشنا هستیم. میخوایم که در اینجا یک برایتون تاچ پد در اینجا میبینید این کامپیوتر است، یک لپتاپ است. یعنی مثل هر که شما میبینید توسط انگشت خود ایرا لمس میکنین و کرسر کامپیوتر از یک جا به دیگه جا انتقال پیدا میکنه. ایرا ما میگیم تاچ پد. دیگه بایومتریکس سیستم ها داریم. توسط سیستم های بایومتریکس اونمو بعضی علامات بیولوژیکی انگشت ما به کامپیوتر انتقال پیدا میکنه. بعضی علامات انگشت هر علامه انگشت یک کس همراه کسی دیگه فرق داره. این تو دو کس پیدا کردن نمیتونیم که علامه انگشتشان یک چیز باشه، بغیر از اینکه اردویش مثلا یک جای تولید شده باشه. اونا شاید علامه انگشتشان یک چیز باشه، در غیر صورت دو نفر پیدا کردن نمیتونیم که علامه انگشتش یک چیز باشه. به خاطر سکیوریتی یا به خاطر محرم ساختن اسناد ما از این بایومتریکس سیستم استفاده میکنیم که بالای به شکل یک دانه شیشه در اینجا وجود داره. وقتی که بالایش انگشت میمانیم اون چاپ خطای انگشت ما در اینجا میمانه. وقتی که ما توسط اسکنر در اینجا یک دانه اسکنر وجود داره، توسط اسکنر اون تصویر انگشت گرفته میشه و میره به کامپیوتر ذخیره میشه و هر وقت یک کسی دوباره میاد انگشت خود اینجا میمانه، اون چاپ یا اون تصویر انگشت خود توسط کامپیوتر گرفته میشه و اون دیتایی که قبلا بهش داده شده امروز از اون مقایسه میکنه. اگر قابل مقایسه بود اون برای ما شما اجازه میده که مثلا به اون سیستم داخل شویم. اگر نبود اجازه برای ما شما داده نمیشه. مثل که در موبایلمو از فینگرپرینت استفاده میکنیم یا به مشکل کار میکنیم. دیگه تایپ فیس اف بایومتریکس مثلا این توسط این اسکنر فیس یک شخص اسکن میشه. این بعضی الگوریتم هست که اندازه فیس یا اندازه روی یک کس اینا محاسبه میکنن. مثلا اندازه بینی یا بسیار کم کسا پیدا میشه که اندازه فیسش یک چیز باشه. توسط الگوریتم مختلف اینا محاسبه میشه و یک کس امرای دیگه کس اینا تفکیک میکنه توسط به شکل فیس اسکنر. دیگه هند اسکنر است به شکل یا به شکل فینگرپرینت استفاده میشه. تفاوتش دیگه است که تمام این تصویر تمام کف دست میگیره. به شکل فینگر اسکنر داریم. توسط از یک انگشت ما اسکن میشه که اکثر جاها شما در حاضری از استفاده میشه، مثلا حاضری کارمندا و حاضری شاگردا از استفاده میکنه. و دیگه ای است که ریتینا اور ایریز اسکنر. توسط از یعنی ساحه چشم یک انسان اینا اسکن میکنه و دو نفر ما در جهان پیدا کردن نمیتونیم که یعنی ساحه چشمشان یک چیز باشه. به خاطر از سکیوریتی چشم از استفاده میشه. دیگه وایس اسکنر داریم. توسط وایس اسکنر صدای یک شخص اسکن میشه و ما میتونیم که از استفاده کنیم.